انس ابن مالک رضی الله عنه گفتند که پیامبر صلی الله علیه و آله یک مکتوبی نوشتند، یا اینکه گفتند که اراد ان یکتب، خواستند که مکتوب نویسند. فقیل له، بعد به پیامبر صلی الله علیه و آله گفته شد که انهم لا یقرؤون کتابا الا مختوما، اونو کتابای یعنی مکتوبهای به ختم را نمیخوانند. یعنی مردم روم، اروپایی ها، پیامبر صلی الله علیه و آله خواستند که به روم و به فارس مکتوب نویسند. وقتی که خواستند که نویسند و پیامبر صلی الله علیه و آله گفته شد، یعنی مشاورها مشورت دادند که یا رسول الله اونا مکتوبی به پیچت به ختم را نمیخوانند. فاتخذ خاتما من فضه، بعد پیامبر صلی الله علیه و آله یک انگشترین گرفتن از نقره، یعنی به زرگر انگشترین فرمایش دادن از نقره باشد. از نقره برای مردها حلال است. یک انگشترین فرمایش دادن، نقشه محمد رسول الله، نقشش یعنی در بالای انگشت نقش است، نقشش به محمد رسول الله نوشتگی است. کانی انظر الی بیاضه فی یدی، این گپ حضرت انس بدی چند سال نقل کرده ایستادیم، ممکن حاضر من این گپ به شما نقل دارم و همون سفیدی انگشتی پیامبر صلی الله علیه و آله به خاطرم آمد. یعنی جای انگشت سفیدی میماند کو از آفتاب حمایه شدگی، همون سفیدی انگشتی پیامبر صلی الله علیه و آله گویا که من از دیده ایستادیم، یعنی به خاطرم آمد. فقلت لقتاده من قال نقشه محمد رسول الله، یا راوی میگه که من به قتاده گفتم، قتاده شاگرد انس تابعین است، و قتاده گفتم که کی گفت که نقشش محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ قال انس گفت. محمد رسول الله عبارت از سه کلمه هست، محمد رسول الله. این هر سهش در یک سطر نمیگنجد، آخر مساحت انگشترین کوچک است، چخیل بود، عجایب نوشته شده بود، در سه سطر نوشته شده بود، سه کلمه در سه سطر نوشتن. یکم به الله نوشتن، دویم به رسول، سیوم به محمد. محمد پایان بنویسیشتن، اصلا محمد رسول الله شده نشتکن، محمد رسول الله، لیکن پیامبر صلی الله علیه و آله محمد پایان بنوشتن و محمد رسول الله از پایان میخوانده کردن تا اینکه نام الله بالا ایستاد و نام خودشان پایان ایستاد. و این انگشترین وقتی که نوشته میشدن، مکتوب نوشته میشدن، در پایان مکتوب ختم میزدن، یعنی یک بار برنگ میزنید و بعد به بالای ورق میمونید، این ختم میشه. مختوم یعنی خاتم، همین کلمه گرفته شده. همین انگشترین به زبان تاجیکی خاتم گفته میشه، اصلش عربی هست خاتم، از کلمه ختم پیچت گرفته شده است. ختم زن، نوت زن، خاتم یعنی خاتم از کلمه ختم گرفته شده است. ختم قرآن میگوید ختم. برای چی خاتم نمیشه؟ برای اینکه اول سخن نوشته میشد، بعد امضا، بعد در آخر ختم زده میشد. سنه هم می نویسید بعد ختم، آخرین ختمی همین مکتوب، بعد ختم باید اگه چی علاوه نشود. خلاصه پیامبر صلی الله علیه و سلم در آخر حیاتشون انگشترین گرفتن که نقشش محمد رسول الله بود.